با درود به مخاطبین و همراهان گرامی کانال، یه پروژه داغ تازه از تنور در اومده براتون آوردم. متاسفانه سازنده نه دانش و نه تخصص و تجربه لازم رو توی اجرای پروژه به این بزرگی و در مجاورت مدرسه در حقیقت بچگونه دبستان دخترونه نداره. این نحوهی که میبینین از کدبرداریه، خاک دستی زیر دیوارها کاملا رها شده، دیوار حیاط بدون سازه نگهبان، دیوار زیرزمین سازه بتونی شرقی نوساز تخریب شده و ناخون بیل رفته داخل پارکینگ منفی که اون پروژه و پروژه‌ای که سمت راست دارین میبینین در حقیقت یه ساختمون با سازه بنایی با کلاف‌های بسیار ضعیف، حدود فکر میکنم نزدیک 47 سال عمرش باشه این ساختمون، که متاسفانه هیچ سازه نگهبانی براش لحاظ نکرده سازنده محترم و به همین ترتیبی که میبینین با بیل مکانیکی کوچیک در حال تخریب فونداسیون است. معمولا سازهای قدیمی فونداسیون های مشترک دارن و یا در هم تنیدگی دوتا سازه به شدت توی ایستایی و استحکامشون تاثیر داره، اما هیچ تمهیدی در این مورد اندیشیده نشده. بله، هیچ تمهیدی در موردش اندیشیده نشده و متاسفانه سازنده به همین شکل در حال ادامه عملیات تخریب و کدبرداریه. توضیحاتی توی جلسه‌ای با دوستان مشترکی که داشتیم به ایشون دادیم، ولی هیچ گونه از موارد ایمنی رعایت نمی‌کنه. مغنی‌ها و چاهکن‌ها برای حفر چاه مربوط به شمع‌های سازه نگهبان بدون در حقیقت تحکیم خاک پیرامونی و یا استحکام بخشیدن به دیوارهای بالا سرشون در حال چاهکنی هستند. به هر دلیلی با یه بارش شاید خیلی جزئی و یا یه بار جانبی مثل بار باد یا بار زلزله میتونه اون دیوارهای بالا سرشون آوار بشه و اونا دفن بشن توی اون چاه‌های 5-6 متری، و یا اون سازه مجاور که سازه مدرسه است، یه مدرسه بچگونه از حالا فکر میکنم دبستان باشه، با کوچکترین حرکت جانبی به دلیل نوع سازش احتمال کلاپس شدن داره و تخریب و فکر میکنم حالا 100 تا 200 تا دانش آموز دختر بچه سال خدایی نکرده یا آسیبی ببینن و یا حداقل صدای قررش تخریب رو بشنون، تو روحیه‌شون یه تأثیری داره که تا آخر عمر فراموش نخواهند کرد. سود و منفعت مالی توی همه پروژه ها مطرحه، میشه گفت اولویت اوله، اما خب به همراه داشتن ایمنی و کار روی اصول و روی آیین‌نامه ها و ضوابطی که سالها برای زحمت کشیده شده، برای طراحیش، برای محاسبش، برای در حقیقت تصویبش توی مجامع علمی، اینها جزو لاینفک کار اجرایی هستن. اگر به سادگی از اینها چشم‌پوشی بکنین و گذر کنین، خساراتی به بار میارن که شاید نه تنها یه پروژه بلکه چندین خانواده رو سالها درگیر بکنن. متاسفانه هیچ در حقیقت حساب و کتابی برای اجرای گود این دوستان وجود نداره. هر چقدر هم که بهشون من در حقیقت تذکر دادم و این موضوعات رو گفتم، انگاری که یه موضوع خیلی عادیه، یعنی توکل کنیم به خدا، حالا میریم جلو، چیزی نمیشه فلانه و از اینجور موضوعات. ولی کار یه دفعه است. حالا یه پروژه‌ای من داشتم سالها پیش با یکی از سازنده های به نام منطقه یک، های مهندس دژاگر، که بیشتر با علی موسی پناه کارهای طراحیشون انجام میدن و اینا، پشت اجلاس سران بود تو ولنجک و یه اتفاقاتی افتاد که متاسفانه من حضور نداشتم. در زمان عدم حضور من یکی از کارگرای من
تحت تاثیر ماجرای گودبرداری فوت کرد. این موضوع خیلی مهمه که دوستان از اون تجربه و تخصصی که دارن در حد امکان استفاده بکنن. ما اینجا هستیم، این در حقیقت قسم رو خوردیم به عنوان عضو نظام مهندسی که در مرحله اول مطابق قوانین و آیین‌نامه ها عمل بکنیم. اگر این کارو نکنیم در مرحله اول به خودمون، به اون قسم خودمون خیانت کردیم و در مراحل بعد قطعاً یه خانواده ای اگر که آسیبی بهش برسه ما مسئول هستیم، وجدان ما باید پاسخگو باشه. پس بهتره به هیچ عنوان تو این زمینه اهمال نکنیم. با ناظر پروژه صحبت شده، خیلی راحت برگشته گفته که خب این پروژه مجری داره، من چرا بیام؟ خب اگه مجری داره تو برای چی پول گرفتی شدی ناظر؟ تو چرا پروانه تو اینجا گذاشتی به عنوان ناظر که بعد برگردی این پاسخو بدی؟ خب پس مسئولیت تو چی میشه؟ تو قراره چی کار بکنی تو این پروژه؟ رو چه حساب اسم تو توی پروانه این پروژه اومده؟ یه دلیلی داره دیگه. یعنی از بدیهیات و اون موضوعات اولیه هم متاسفانه برخی از همکاران و دوستان اطلاع انگار ندارن یا خودشونو میزنن به اون راه و بعد خب پولشونو میگیرن و خیلی راحت هم از موضوع میگذرن، اما نمیدونن. به قول یه مثال قدیمی میگه یه بار جستی ملخک، یه بار صابون دادگاه به تنشون بخوره متوجه میشن پروانهشون وقتی ابطال بشه، کارشون به کمیته انضباطی کشیده بشه، از اون طرف زندانی بشن. 20 خورده ای سال پیش یکی از اساتید من 4-5 سال زندان بود، دقیقاً به همین دلیل، به خاطر اینکه نظارت نکرده بود. تو پروژه تحت نظارتش هم حادثه جانی رخ داده بود و 4-5 اولا که پروانه‌اش کلا ابطال شد و 4-5 سال هم که زندان بود. بعدم که حالا دیه رو و اون داستان‌هایی که در حقیقت مربوط به اون حادثه جانی بوده رو تونست تهیه بکنه و از زندان آزاد شد، دیگه تو جامعه مهندسی اون منطقه هیچ اعتباری نداشت. یعنی هیچکی باهاش کار نمی‌کرد، اصلا مجبور شد اصطلاحاً به مهاجرت. یعنی از اون محلی که زندگی و محل کارش و اعتبارش بود کلاً نقل مکان کرد به یه جای دیگه تا بتونه اونجا، اونم بدون پروانه و صرفاً با توجه به حالا تجربه یا دانشی که در حوزه طراحی داره، یه دفتر فنی مهندسی طراحی صرفاً زد، چون اجازه بهش نمیدادن که بحث نظارت و اجرا رو جلو ببره. خواهشی که ازتون دارم حتما مطابق ضوابط و آیین‌نامه و نقشه طراحی شده مربوط به گودبرداریتون عمل بکنین. بهتره با توجه به حالا تجربه‌ای که من دارم، اغلب پروژه‌های طراحی گود در پروژه‌های حالا زیر مثلا 700 متر 1000 متر سطح اشغال معمولا خیلی، یا گود مثلا یه طبقه 2 طبقه معمولا خیلی طراحی نمیشه، معمولا طراحی‌هاشون کپی پیسته. سعی کنین خودتون با یکی از مهندسینی که بهش اعتماد دارین لینک بشین و طراحی مصوبی که روش پروانه گرفته شده رو بدین اوورچک بکنه، یک بار دیگه اصطلاحاً مدل بکنه، ببینه واقعاً کپی پیسته یا نه طراحی شده و درست حساب کتاب شده با توجه به پارامترهای مکانیک خاک و سایت ویزیت و شرایط پروژه های همجوارش. متشکرم، روز خوبی داشته باشید.